در اوایل دوران حکومت قاجاریان بر ایران، آقا محمد خان توانسته بود ارتش قدرتمندی را بسازد و لطفعلی خان را شکست داد و سلسله قاجار را بنا کند. و همچنین آقا محمد خان با استفاده از ارتش نسبتاً قدرتمند خود، پیشروی امپراتوری روسیه را به آن سوی تفلیس بگیرد و دوباره برتری ایران را بر نواحی گرجستان به چنگ آورد. در سال 1797 میلادی فتحعلی شاه نیز توانست قدرت نظامی کافی را برای شکست دادن رقبای داخلی خود و حفظ مقام خودش به عنوان شاه به دست آورد. با این حال در سال 1803 روسیه گرجستان که خراجگزار ایران بود مورد حمله قرار داد و به لطف نبود نیروی نظامی قدرتمندی در گرجستان، روسیه توانست به راحتی آنجا را فتح کند. همین امر باعث شد تا فتحعلی شاه به ویژه نایب السلطنه عباس میرزا دست به بازسازی ارتش قجرها بزنند تا حداقل بتوانند ظرفیت دفاعی ایران را افزایش دهند. مهمترین اصلاحات در ارتش قاجارها در زمان محمدشاه جانشین فتحعلی شاه رخ داد. محمدشاه طرحی 3 مرحله‌ای ارائه کرد تا ارتشی که بی‌نظم و به شدت سلسله مراتبی بود و از قشون عشایری ساخته شده بود و سربازان فقط رئیس قبیله خود را می‌شناختند اصلاح کند. همچنین محمدشاه در اولین سالهای حکومت خود فقط می‌توانست از کل ایران 20,000 نیرو جمع کند. تا قبل از محمدشاه ایران فاقد زرادخانه بود و چند قبضه توپ و زنبورکی هم که بود از خارج به ایران آورده بودند. محمدشاه بر خود اعلام مرکزیت کرد و زرادخانه در تهران ایجاد کرد تا بتوانند تعداد زنبورک‌ها و توپ‌های جنگی ارتش را افزایش دهند. محمدشاه همچنین افسرانی را از ارتش انگلستان به کار گرفت تا بتواند قوای نظامی مانند ارتش فردریک کبیر که پادشاه دانمارک بود تشکیل دهند. ناصرالدین شاه قاجار در سفرهایی که به اروپا کرد تصمیم گرفت در قشون ایران دست به اصلاحاتی بزند. از جمله این موارد اندک تأسیس نظامیه به سبک اروپاییان بود. ناصرالدین شاه در طی سفر دوم خود به اروپا و مشاهده امنیت و قوای نظامی و انضباطی که در شهرهای اروپایی برقرار بود، تصمیم گرفت در ایران نیز چنین تشکیلاتی را به وجود آورد. از این رو شاه قجری تصمیم گرفت از دولت اتریشی برای بنیان نهادن اداره پلیس یا نظامیه تهران به شکل نوین و اروپایی درخواست کمک کند. اتریش هم تصمیم گرفت تا 4 مستشار نظامی را به ایران بفرستد. یکی از این مستشارها کنت دومنتفورد بود که توانست 1 سال بعد نظامنامه نظامیه را به تصویب به شاه برساند. پس از تدارک مقدمات کار، روز 16 ذی‌قعده 1295 قمری نخستین تابلوی نظامیه تهران نصب گردید و مدتی بعد هم کنت به لقب نظام الممالک ملقب و به منصب امیر تومانی یا سرلشکری مفتخر شد. در آن زمان کنت با 400 پلیس پیاده و 60 پلیس سوار امنیت تهران را برقرار می‌کرد. در آن زمان حقوق و مزایای نیروهای پلیس که گاه پرداخت آن ماه‌ها به تعویق می‌افتاد برای افسران جزء از ماهانه 5 تومان تجاوز نمی‌کرد و به افراد پلیس هم مقرری ماهیانه خیلی ناچیز 5 تا 20 گران داده می‌شد. و همین اتفاقات باعث شد بسیاری از افراد پلیس استعفا داده و در دکان‌های خود مشغول کار شوند. سالها بعد ناصرالدین شاه با بازدید از روسیه قوای قزاقی را دید که دارای لباس‌های یک دست و بسیار آزموده بودند. شاه قجر از روس‌ها درخواست تشکیل چنان نیرویی را در ایران داد که به قوای قزاق معروف شدند. شکل گرفتن این قشون جدید در ایران باعث افزایش نفوذ روس‌ها در دربار قاجار شد. با این وجود این قشون جدید بعدها در زمان رضاشاه تبدیل به یک ارتش مدرن، کلاسیک و آزموده شدند. ساختار قشون قجرها بر 3 بخش دسته‌بندی می‌شد. پیاده نظام، نیروهای ایالاتی که معمولاً سوار نظام بودند و توپخانه. پیاده نظام رکن اساسی ارتش قاجار بود و شکل سربازگیری این گروه به این صورت بود که هر روستا بخش یا طایفه‌ای متعهد بود که متناسب با برآورده‌های مالی خود
سرباز مورد نیاز ارتش را تأمین کند. ژوبر، سیاستمدار و دیپلمات فرانسوی، ترکیب ارتش ایران را در دوره فتحعلی شاه چنین می‌نویسد: نگهبانان شاه و شاهزادگان، دسته‌های ایالات، چریک‌های شهرستانی که هیچ گونه خدمت مرتب و پیوسته‌ای ندارند، چندین دسته پیاده و سوار نظام و توپخانه که تامین آنها و رخت آنها تا حدودی اروپایی است. از این میان تعداد سوار نظام حدود 4000 نفر بودند. تعداد افراد ایالات 80000 نفر و شمار افراد چریک‌هایی که در دفتر نامشان ثبت شده بود 150000 نفر بود. و دسته‌هایی که به سبک اروپایی آموزش داده می‌شوند 20000 نفر و در مجموع کل ارتش قاجار 254000 نفر میباشد. ارتش قاجار از لحاظ تجهیزات جنگی و سلاح و مهمات وضع خوبی نداشت. سلاح‌های ایشان یا همان اسلحه‌های قدیمی و سنتی بودند و یا سلاح‌های گرم از کار افتاده که کارایی چندانی نداشتند و معمولاً در حین جنگ از کار می‌افتادند. اگر هم خود اسلحه سالم بود، مهمات نامرغوب و غیرقابل استفاده بودند. در مورد تفنگ‌های ایران آمده است: تفنگ‌های دراز و سرپری داشتند که چندان در برابر گلوله مقاومتی نداشته، گاهی منفجر می‌شدند. گلوله‌های توپ که ساخته می‌شد، به اندازه‌ای بد بود و شن و مواد خارجی داشت که دهانه توپ را از هم می‌شکافت و بیشتر در موقع بیرون آمدن می‌ترکید و به هدف نمی‌رسید. از نظر دانش نظامی و تاکتیک‌های جنگی نیز ارتش ایران کاملاً بی‌بهره بود. ارتش قاجار هیچ اطلاعی از فنون مهندسی نداشت و به علت فقدان مهندسی از فنون سنگربندی و استحکامات چیزی نمی‌دانستند. تاکتیک‌ها و فنون جنگی نیز متعلق به قرون گذشته بود. تاکتیک ارتش پیاده نظام قاجار این چنین بود: انجام حرکات سریع و بی‌نقشه، پیرامون واحدهای دشمن و هجوم ناگهانی به اردوگاه دشمن و کسب غنیمت. تاکتیک سوار نظام همان تاکتیک حمله و فرار یا نبرد پارتیزانی بود که کاملا نزد اروپاییان شناخته شده بود. شاید اگر اصلاحاتی که محمدشاه و امیرکبیر و قائم مقام انجام دادند بعد از مرگ آنها فراموش نمی‌شد، اوضاع ایران در جنگ جهانی اول اینقدر اسفناک نبود.